عیسی شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستا عزیز، برادرها و خواهرایی که امروز ما را بیننده و شنونده هستین، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین و از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بوده نعمات و برکات آسمانی و روحانی خداوند همیشه نصیب شما شوه و در زندگیتان همیشه سرازیر باشه. دوستا عزیز، شما بیننده تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان هستین و ما کوشش میکنیم از طریق تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان پیام های خود را، پیام هایی که از کتاب مقدس است، پیام هایی که بر اساس کتاب مقدس است، این پیام ها را با شما شریک بسازیم و از قسمت های مختلف کتاب مقدس و درباره موضوعات گوناگون برای شما برنامه بسازیم تا بتانیم از این طریق خداوند ما یشوع مسیح را خدمت بکنیم و همچنان در قسمت رشد ایمان هم دیگر با هم یک جا مشترکاً کار کنیم و همکار باشیم. برادرها و خواهرای عزیز، قسمی که شما میفهمین ما یک سلسله برنامه های را آغاز کردیم به نام تعهدات خداوند با بشر که ما در این تعهدات خداوند محبت و فیض خداوند را میبینیم. خداوند محبت و فیض خود از طریق تعهدات خود با بشر چی کرده؟ نشان داده و یا ظاهر کرده. و در اینجا دوستا عزیز اگر به یاد داشته باشین در برنامه گذشته ما درباره تعهد خداوند با حوا و آدم صحبت کردیم. خداوند با اونا یک تعهد بست که با وجود که اونا گناه کرده بودن ولی بازم خداوند بر از اونا یک راه نجات را از طریق فرزند زن اعلام کرد و بر از اونا اولین خبر خوش یا انجیل را رسان و از طریق آدم و حوا این خبر خوش بر تمام بشر بود. یعنی این انجیل، این خبر خوش و این راه نجات از طریق فرزند زن تنها بر آدم و حوا نبود بلکه بر تمام بشر بود که هر بشری که به ایمان داشته باشه و نجات پیدا کنه. خب دوستان عزیز، در اینجا ما شما درباره تعهد دوم خداوند با بشر صحبت میکنیم. اگر شما میخواین درباره تعهد خداوند با حوا و آدم معلومات حاصل کنین میتونین به ویدیوی قبلی ما مراجعه بکنین. در اونجا معلومات کامل را شما میتونین درباره از این تعهد به دست بیارین. امروز دوستان عزیز ما درباره تعهد دوم خداوند صحبت میکنیم که خداوند این تعهد خود را با نوح بسته. نوح یکی از اشخاص بسیار مشهور در کتاب مقدس است. نوح یکی از کسایی است که از خداوند اطاعت کرده. نوح یکی از کسایی است که عامل از این شده که امروز یعنی یک وسیله از این شده که امروز در دنیا نسل بشر وجود داشته باشه. نوح تصویر یک شخصی است که واقعا اطاعت کننده و تابع خداوند. نوح یک کسی بوده که واقعا به صدای خداوند گوش داد و به او لبیک گفت. پس درباره نوح صحبت میکنیم. یک زمان در دنیا درباره تعهد خداوند با نوح صحبت میکنیم و در این تعهد خداوند ما محبت و فیض خداوند را میبینیم. دوستان عزیز اگر شما کدام سوال، پیشنهاد، انتقاد، شهادت و یا هر گفتار داشته باشین میتونید از طریق از این شمارهای تلفن و واتساپ و وایبر و ایمیل و وبسایت ما و غیره اسکایپ ما با ما در تماس شوید و حتما ما به جواب سوالای شما میپردازم. اگر در فیسبوک برنامه را مشاهده میکنین حتما لایک کنین، کامنت بگذارین و شریک بسازید تا بیشتر از دوستا ببینه. اگر در یوتیوب هم میبینین حتما لایک کنین و در اونجا کامنت بگذارین و اگر میتونین او شریک بسازین. خب دوستا عزیز در اینجا ما درباره تعهد خداوند با نوح صحبت میکنیم. در زمان نوح تمام بشر گناه کرده بود و خداوند میخواست کم نسل بشر از بین ببره چرا همشان از خدا روی گشتان داده بودند. ولی در بین تمام همین نسل بشر خداوند یک شخص را پیدا کرد که نوح بود و قلب خوب داشت و واقعا خداوند وقت به قلب نوح دید گفت که خوب یک شانس ما به بشر میتونم از طریق نوح. پس با نوح خداوند صحبت کرد و گفت که من خداوند خدای تو هستم و اگر تو به حرف ما گوش بکنی یک کشتی بسازی و در داخل همی کشتی شوی و هم اگر دعوت بکنی که داخل از این کشتی شوند ما یک طوفان سیل عظیمی را میارم و هر کسی که داخل کشتی باشه و در امان میمانه و نسل بشر هم رقم ادامه پیدا میکنه. ولی اگر کسی در بیرون بمانه و اطاعت نکنه و گوش نکنه و از این امر یا حکم خداوند سرپیچی کنه اونا چی میشه؟ از بین میرن. و نوح این کار را کرد، این کار را نوح انجام داد و همی بوده که نوح با 3 پسرش و 3 دخترش و 3 عروسش و خانمش، دوست عزیز، نوح، خانمش، 3 پسر و 3 عروسش اینا در داخل کشتی رفتن و اینا زنده ماندن و بعد از او که اینا طوفان و امو سیل به پایان رسید و آب نشست
با فرونشست کرد. در او وقت یاز کشتی بعد از مدت پایین آمدن و از اموج است که نسل بشر از زمان نوح دوباره از یک خانواده دوباره پس به وجود آمد و آیسته آیسته ما امروزی 7 چند بیلیون نفر را یا نفوس را در دنیا داریم. یعنی این نفوس امروزی که در دنیا شما میبینید این فقط از یک خانواده بوده که از خانواده نوح. قبل از اون نوح انسانایی که در دنیا بودن که از آدم و حوا به دنیا آمده بودن اونا همشان ختم شدن، از بین رفتن. پس بیاین درباره عهد خداوند با نوح بخوانیم. در اینجا خداوند در عهدی که با نوح بسته که من از کتاب مقدس میخوانم دو چیز نجات برش خداوند تعهد کرده و وعده کرده. ولی که اگر نوح بشنوه، خانوادهش بشنوه، خانواده نوح و خود نوح نجات پیدا میکنن. و دومی که یک تعهد دیگه خداوند با نوح بسته کرده، گفته که ما هیچ گاه دیگه، یعنی نوح این تقاضاش از خداوند بوده و خداوند با نوح تعهد بسته کرده، تقاضای نوح را پذیرفته و گفته ما هیچ گاه دیگه به طور دست جمعی نسل بشر را از بین نمیبرم، مثل که در زمان نوح کار صورت گرفته بود. پس بیاین درباره تعهد نوح ما شما کم بخوانیم و در این باره ببینیم که خداوند چی تعهد با نوح بسته کرد. البته درباره قسمت اولش خداوند با نوح وعده کرده بود که من خانواده تو را با خودت از بین نمیبرم. او قسمت در فصل 6 پیدایش آیه 18 تا 22 است که میخوانیم. در اینجا خداوند با نوح اتر یک عهد بسته میکنه، اما با تو عهد میبندم. خب از آیه 17 میخوانیم. خداوند میگه بزودی من سراسر زمین را با آب خواهم پوشانی تا هر موجود زنده‌ای که در آن است هلاک گردد. اما با تو عهد میبندم که تو را با همسر و پسران و عروسان در کشتی سلامت نگه دارم. از تمام حیوانات، خزندگان و پرندگان یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر تا از خطر این طوفان در امان باشند. همچنین خوراک کافی برای خود و برای تمام موجودات در کشتی ذخیره کن. نوح تمام اوامر خداوند را انجام داد. قسمت اول تعهد خداوند با نوح ای بود که نوح مطر خانمت، 3 پسرت و 3 عروست زنده نگه میدارم. دیگه نسل بشر گناه کردن، از من روی گشتاندن، هر چی گناه را دعوت میکنن که بیاین به سوی من، ولی دعوت قبول نمیکنن. حتی دعوت میکنن به نجات که بیاین داخل کشتیشن، اونا این مسئله قبول نمیکنن. پس نوح تو بیا داخل کشتی شو با خانمت و فرزندایت و عروسانت، ما با تو عهد بسته میکنم که شما زنده میمانید. پس در اینجا ما فیض خداوند را، در اینجا ما مو محبت خداوند را نسبت به نوح و خانوادهش و از طریق از او با تمام بشر میبینیم. او بشر که از خداوند روی گشتانده، او بشر که بر خداوند گوش نمیکنه، اونا خودشان حکم علاقت خود را اعلان کردن. ولی در اینجا ما نوح را میبینیم. خداوند از طریق نوح، از طریق فرزندایش و خانمش و عروسایش میبینیم که این محبت و فیض را به تمام بشر نشان میده. چرا که بشر امروزی از یک خانواده، یعنی خانواده نوح، به دنیا ماندن. اگر خداوند با نوح این تعهد را بسته نمیکرد و این محبت و این فیض را نشان نمیداد، امروز در دنیا نسل از بشر وجود نمیداشت، همگی هلاک میشدن. پس در اینجا ما دیدیم تعهد خداوند با نوحی بوده که اینا را حفظ میکنه و میبینیم که نوح و خانمش و پسرایش و 3 عروسش اینا همشان حفظ میشن. موضوعی که در اینجا بسیار مهم است، خداوند ببینید به شمار میگه، به تعداد میگه نوح تو، خانمت، 3 پسرت، 3 عروست را من زنده نگه میدارم. و همه اونا هم قسم که خداوند وعده کرده زنده نگه داشته شدن و همشان جان سالم به در بردن و از امونا بوده که امروز نسل بشر مانده. پس خداوند هم تو دقیق و معین شده و تعیین شده برای نوح این موضوع را بیان میکنه. این بسیار یک چیز مهم است دوستان. دیگه بشر نخواستند، پس خودشان حکم ملاکت خود را اعلام کردن. قسمت دوم عهد یا تعهد خداوند با نوح بسته کرده در فصل 9 پیدایش، کتاب پیدایش است و آیه 8 تا 17 در اینجا خدا به نوح اتو میفرماید: سپس خدا به نوح و پسرانش فرمود من با شما و با نسل‌های آینده شما و تا با تمام حیوانات، پرندگان و خزندگان عهد میبندم که بعد از این هرگز موجودات زنده را با وسیله طوفان هلاک نکنم و زمین را نیز دیگر بر اثر طوفان خراب ننمایم. این از نشانه عهد جاودانی من. رنگین کمان خود را در ابرها میگذارم و این نشانه عهد خواهد بود که من با جهان بستم. وقت ابرها را بالای زمین بگسترانم و رنگین کمان دیده شود، آنگاه قول را که به شما و تمام جانوران دادم به یاد خواهم آورد و دیگر هرگز تمام موجودات زنده با وسیله طوفان هلاک نخواهند شد. آره، رنگین کمان نشانه عهد من است با تمام موجودات زنده روی زمین. و عهد دیگه که خداوند بست با نوحی بوده که
دیگه ما بشر را اکثره از بین نمیبرم و زمین در اثر طوفان هلاک نمیکنه. وقت خدا زمین میگه منظورش تمام کره زمین است. بعضی کسا شاید بگن که خب بازم سیل میاد در دنیا، بازم طوفان میشه، ولی در تمام دنیا یک طوفان نشه کمی دنیا را از بین ببره. ما و شما زنده هستیم، 7 چند میلیون انسان در دنیا زنده است، پس هیچ چیزی که واقع شده باشه کمی دنیا از بین رفته باشه این کار تا به امروز صورت نگرفته و ما و شما این هم ما شاهد عزیزیم. و همچنان دوستان عزیز در اینجا ما میخوایم یک موضوع دیگه را بگوییم که خداوند این یاد را که با نوح و با پسرانش بست، البته نوح را تقاضا کرده بود، برای یاد خود استاده است و یاد خداوند با نوح و پسرانش نبود بلکه با تمام بشر در اینجا میگه حتی با حیوانات و خزندگان و پرندگان یاد را بسته میکنم که دیگه دنیا را اکثر از بین نبرم تا او روزی که روز قیام و قیامت و روزی که مسیح برمیگرده و همه چیز از بین میره و دنیای تازه به وجود میاد و مرده ها همشان زنده میشن و در روز ما روز قیام یا قیامت را می داشته باشیم و روزی که مسیحا در اون روز با خداوند خود یشوع مسیح یک جا میشن و زندگی ابدی را با یشوع مسیح به طور کاملش با جسمای جدید چی میکنن در حضور مسیح پیش میبرن. دوستای پس در اینجا ما در عهد خداوند با نوح بسته کرده دو قسمت را میبینیم. قسمت اولی که خانواده نوح و پسرایش را و خانمش را با عروسانش زنده نگه میداره و میبینیم که طوفان و سیل آمد، همه دنیا هلاک شد، از بین رفت، ولی اینا سالم ماندن و خدا عهد خدا با اینا چی کرد؟ عملی ساخت، در تعهد خود پایدار بود، قائم بود. و موضوع دوم را که دوستای عزیز در اینجا ما شما میبینیم با برکت امی تعهد خداوند با نوح و خانواده‌اش بود که امروز ما در دنیا وجود داریم، نسل بشر در دنیا وجود داره. بخش دوم تعهد خداوند با نوح ای بود که ما دیگه دنیا را با واسطه سیل و طوفان به طور کلی از بین نمیبرم و این تعهد را با نوح، پسرایش و با تمام دنیا و حتی با حیوانات، خزندگان و پرندگان خداوند بست و از این طریق خداوند محبت و فیض خود را به بشر نشان داد و تا به امروز ما میبینیم خداوند بر سر این تعهد خود ایستادگی کرد. خداوند میتونه تمام دنیا را هلاک بسازه، از بین ببره بر اثر گناه، ولی ما و شما میبینیم دوستای عزیز که خداوند مهربان است و فیض خود را میشه برای بشر نشان میده و تعهد بسته کرده و تعهد خداوند با نوح همی بود و نشانیش هم همین رنگین کمانی که در ابرها ظاهر میشه، همین رنگین کمان بود که خداوند گفته امی یک نشانه ایم هستک، نشانه است که وقتی ایره شما میبینین تعهد خداوند با نوح را و با بشر را به یاد برین و خداوند هم هر وقت به این رنگین کمان خود را میبینه و او وقت است که خداوند میگه ما یک تعهد با این بشر بسته کردیم و از زمان نوح و پسرانش. پس دوستان عزیز یکی از تعهدات مهم دیگه‌ای که در کتاب مقدس خداوند با بشر بسته کرد از طریق نوح پسرانش، این تعهد یک بخششی بوده که بشر اول زنده بمانه، پس به او خاطر خدا نوح پسرایش، عروسایش و خانمش زنده ماند و از این خانواده هم نسل بشر به وجود آمد و قسمت دو ولی تمام بشر دیگه هلاک شدن، تنها نوح زنده ماند و امروز 7.2 بیلیون یا شاید بیشتر شده باشه انسانایی در روی دنیا وجود دارن همشان از نسل نوح هستند. و بخش دوم تعهد که خداوند با نوح بسته کرده است که دیگه بشر را یا حیوانات و بشر و همه دنیا را به طور کلی و یکسره از بین نمیبرم و رنگین کمان همین نشانه تعهد خداوند است و خداوند این تعهد را با نوح با پسرایش و تمام بشر تا حیوانات، خزندگان و پرندگان بست و امروز ما میبینیم تا به امروز خداوند بر هر دو تعهد خود پایدار است. خانواده نوح زنده ماند، ما زنده هستیم، دنیا اکثرا و کلی از بین نرفته و ما میبینیم که دنیا امروز هم وجود داره و در این کره خاکی ما زندگی میکنیم، ولی یک روز مسیح آمدنی است و دوباره برمیگرده. پس ما باید تا وقت است به یشوع مسیح خدای زنده و حقیقی و صفت خداوند و نجات دهنده خود ایمان بیاریم و او را به صفت خداوند نجات دهنده خود قبول بکنیم تا در روزی که مسیح برمیگرده و همه چیز از بین میره و دوباره پس نو میشه ما در حضور مسیح با مسیح باشیم. شکر دوستان عزیز. تعهد دوم خداوند با نوح بود، تعهد خداوند با نوح و با پسرایش، با خانمش، با عروسایش و میرقم با تمام بشر خانواده زنده نگه داشته شد تا به امروز از خانواده از او نسل بشر رشد کرده و به 7.2 بیلیون رسیده. تعهد دیگهش که کره زمین با انسان‌ها و حیوانات، پرندگان، خزندگان به طور کامل از بین نمیبره. خداوند در این تعهد خداوند تا به امروز قائم و استوار است
و این تعهد خداوند محبت و فیض خدا را نشان میده. تشکر دوستان عزیز، امیدوار هستم که این برنامه براتون مفید واقع شده باشه. تا اینکه در برنامه بعدی باز ما درباره تعهد نوح با موسی صحبت میکنیم. همه شما را به خدای زنده و حقی یشوع مسیح میسپارم. یشوع مسیح همراهتان باشه و شما را برکت بده. آمین.